برای اولین بار تو کل اینستاگرام خمیر فیمو یا خمیر زیورالات رو برات آماده کردم که میتونی کلی زیورالات باهاش بسازی. تنها هزینه این آموزش یه لایک ساده است. برای این خمیر نیاز داریم به روغن بچه که اصلی ترین مواد این خمیر فیمو همینه. چسب چوب شمال به خاطر کیفیت عالیش، نشاسته ذرت. حواستون باشه نشاسته ذرت با آرد ذرت خیلی فرق میکنه و وازلین برای چرب کردن دستتون. ذخیره کن که بتونی این مواد رو تهیه کنی. برای این خمیر حتما ظرفی رو انتخاب کنید که نچسب باشه. به اندازه 1 قاشق روغن بچه رو داخل لیوان بریزید که از این لیوانا همه تو خونه هاشون دارن. بعد به اندازه 3/4 لیوان چسب داخل همین لیوان ریخته داخل قابلمه برمیگردونید و 1 پیمانه نشاسته ذرت رو بهش اضافه میکنید. سیوش کن که طبق آموزش پیش بری. حالا هر سه مواد رو خوب با هم ترکیب میکنید. حواستون باشه حتما قاشقتون چوبی باشه. بعد از ورز دادن شما خمیری به دست میارید که خامه. اجاق گاز رو شعله کم میذارید و مواد رو روی اجاق هم میزنید تا جایی که دیگه خمیر به ته قابلمه نچسبه. ممنون میشم تا اینجای کار 3 تا قلب قرمز و 1 خدا قوت برام کامنت کنید. موقعی متوجه میشی که خمیر آماده است که تمام خمیر به قاشق چسبیده باشه. شعله رو خاموش میکنید، دستتون رو با وازلین چرب کرده و خمیر رو ورز میدید تا جایی که با حرارت دستتون خمیر سرد بشه. بعد از سرد شدن خمیر رو داخل نایلون سلفون گذاشته و بذارید در یخچال به مدت 1 الی 2 ساعت بمونه. بعدا قابل استفاده هست. بچه‌ها تو پیجم کلی آموزش خوشگل دیگه هم دارم. حتما آموزش چاپ عکس روی لیوان رو که تو پست آخرمه ببین. لایکت قوت قلب منه.